مبلغ پاداش برای پرسنل واحد مالی در نظر گرفتیم. این پاداش طوری بین چند پرسنل باید تقسیم بشه که در مجموع بیشتر از کل مبلغ پاداش نشه. پس یه محدودیت و یه سقف داریم و یه فرمولی داریم که اینجا با آلت مساوی به کمک تابع سام جمع کل پاداش هایی که تسهیم شده رو حساب کنه. پس یه عدد ثابت داریم که کل پاداش هست، مثلا اینجا 850 میلیون هست. یه پاداش تسهیم شده هست، جمع کل پاداش هایی که حالا بین پرسنل واحد مالی، مثلا مدیر مالی، سرپرست حسابداری، حسابرس داخلی، حسابدار، کمک حسابدار و کارآموز تسهیم شده از روی کل پاداش. ببینیم چه مبلغی بوده و یه مانده داریم که اختلاف کل پاداش که برای واحد مالی بوده و پاداشی که تسهیم شده بین پرسنل هست. پس ما باید یه محدودیتی رو اعمال کنیم و برای اعمال این محدودیت محدوده پاداش هایی که برای هر پرسنل واحد مالی هست رو انتخاب می‌کنیم. از تب دیتا، گروه دیتا تولز، کافیه که روی دیتا والیدیشن کلیک کنیم تا پنجره این دستور برای ما باز بشه. ابتدا از تب اول سیتینگز ما اینجا از لیست موجود کافیه که گزینه کاستم رو انتخاب کنیم تا به صورت سفارشی محدودیتمون رو برای محدوده داده هامون اعمال کنیم. در اینجا محدودیتمون به صورت فرمول نویسی هست. پس در این باکس فرمول نویسیمون رو داریم. ما میخوایم بگیم جمع این محدوده باید کمتر از کل پاداش تسهیم شده باشه و اگر بیشتر بود به ما ارور بده و نذاره اون پاداش رو حالا بدیم. پس میایم اینجا میگیم مساویه سام پرانتز باز این محدوده پاداش هایی که برای هر پرسنل هست کلش رو انتخاب میکنیم. حتما اینجا با کلید F4 این رو مطلق کامل کنید آدرس این محدوده رو. پرانتز تابع سام رو میبندیم. در اینجا کوچکتر مساوی رو تایپ میکنیم و ارجاع میدیم به این سلول کل پاداش که عدد ثابت 850 میلیون هست و این رو هم با F4 مطلق میکنیم. تفسیر این فرمول نویسیمون در اینجا چی هست؟ ما میگیم اگر جمع این محدوده D3 تا D9 کمتر و یا برابر با سلول D11 یعنی کل پاداش ها بود مشکلی نداره. اگر بیشتر شد، یعنی مثلا چه اینجا من یه دونه 750 میلیون ثبت کردم، اینجا یه 10 میلیون اوکیه. اگر برای بعدی بیشتر از اون جمع 850 میلیون شد بیاد به من ارور بده. پس محدودیت من به این شکل هست، باید جمع پاداش هایی که تسهیم و ثبت میشه کوچکتر یا برابر سقف کل پاداش ها باشه. در غیر این صورت ارور بده. پس من میام ارورم رو در این تب اینجا تعریف میکنم. هشدار پاداش تسهیم شده بیشتر از سقف پاداش میباشد و در اینجا کافیه که اوکی رو بزنم. حالا میام به ترتیب پاداش ها رو ثبت میکنم. فرض کنید مثلا از این 850 میلیون که کل هست 750 تاشو بالفرض دادیم به مدیر مالی، بقیه‌اش هر چی مونده دادیم به سرپرست حسابداری. میبینید جمع پاداش تسهیم شده رو اونجا خودمون محاسبه کردیم، شده 850. اینجا مانده صفر، کل پاداشم 850 است. الان من اینجا هر عدد دیگه ای رو اگر ثبت کنم میبینید به من این ارور رو میده. چرا؟ چون پاداش تسهیم شده بیشتر از اون کل پاداش شد. پس باید این رو اصلاح کنم. فرض کنید من به مدیر مالی این مبلغ رو پرداخت میکنم، به شخص بعدی به ترتیب تکمیل میکنم. میبینید همینطور که من دارم اینها رو تکمیل میکنم همین مانده تغییر میکنه، همین پاداش تسهیم شده. الان 2 میلیون میمونه من به کارآموز بخوام پاداش بدم از اون کل پاداش و من اگر عدد بیشتری رو ثبت کنم، مثلا حتی 3 میلیون رو اینجا ثبت کنم، میبینید باز به من ارور میده و نمیذاره این رو ثبت کنم. چرا؟ چون جمع این اعدادی که تسهیم و ثبت کردم بیشتر از کل شده و میبینید مانده رو منفی داره نشون میده. پس باید من این رو اصلاح کنم. در اینجا کافیه که همون 20 میلیون ریال یا 2 میلیون تومان رو ثبت کنم و میبینید بدون هیچ اروری این رو گذاشت ثبت کنم. حالا کافیه که یکی از اینها رو دوباره تغییر بدم. ببینید باز دوباره به من این ارور رو نمایش میده. پس من اومدم یه محدودیتی رو براش اعمال کردم. حالا این اعمال محدودیت یه روش دیگه هم داره، به کمک یک دستور و ابزار دیگه است. اگر شما رفقا میدونین کامنتش کنین. امیدوارم که این آموزش براتون مفید